Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroni qandim, javonoyi muhtaram, nabirakovu chavirakoyi joni bobosh, zinda u sarbuland boshin. Ruzi Sayyidul Ayyomro, ruzi Sayyid Jomaro ba tamomi mardumi sarbalandi Tojikistoni aziz, ba tamomi muhojiro va musofiro, با تمام مهاجر زنها، مهاجر مادرها تبریک و تهنیت میگم و خواهان آن هستم که تمام مردمی سربلند تاجیکستان عزیزم دویم همه وقتاشون خوش، دماغشون چاق، کاراشون پیش باشه و مهاجرای محترم ما خدایا خداوندا عمرکاشون دراز، تنشون صحت، مغزشون سالم، رزق روزشون زیاده و زیاده تر بگردانی و باز انجام کار، باز انجام مهاجرت مهنتی، باز انجام سفری کاری. خدای مهربان با سری بلند و تنی ساعت و مغزی سالم و فیض و برکت دستی پر پولهای بسیار و دلارهای بسیار با وطن جان و تاجیکستان عزیز سربلند برگشتن نصیب روزیشان بگردانی و چه مراد و مقصود و آرزوی دارند با اون مراد و مقصود و آرزوی نیکی دارند با اون مراد و مقصود و آرزوی نیکشان برسانی، زنده و سربلند باشین. الله اکبر. ای برادران خندم، رشته سخن تماما درست کردنی نیستم. یا خیل ما محترم میگه که تو رشته چی قد اسمول میکنی؟ ای خود چی؟ بابا قد همه کارش دوای میکنی؟ چلیکوت خیلی های رشته دسمول میکنی؟ رش نه، رش خدا دادگی من شک من دسمول میکنم. سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دسمول میکنه. اوخی آوازی یک ایول یک مادری مهربان یا پریشوس که کنای تا گپش نمیزنه، بابا گپ میزنه، بابا دوای ایراد میگیره. امروز ساعت تخمین اک بگم اک همه حق بگم، خدا رو حاضر بیارم حق بگم. بعد نماز تهجد یک درو اومدم گفتم خب یه تلفن ببینم که اخی بابا بلاگره که بابا بلاگره تلفن ببینم که کی یگم برادر قندم یگم چی نویسنده گفته کی یکی پرامو افیر کی بدوره میدونه کیه؟ بابا لنگری چند بار نویسندم گفتم هوش داده سرت بگی که میبرم تیمت میکنم چون با سوالای من بابات تو بابای لنگری باشی من بابای بلوگرم چون جواب نگردوندی نواسای قندی باباش چی وعده کرده بودی؟ وعده را بکو واتساپی باباتا بیو بگو که بابا جون من چی وعدت کردم که دین ویدیو ده بعد تیمه را میبردارم. چی وعده کردی وفا کو فقط حجت و رقم و دلیل قطعی شاهد قطعی گپ میزنم با نبرم بود همین پوبلیکا گپ زنم چی وعده کردی چوا تلفن رو میگم بابای قند خواه نبود میگم بعد نماز تهجد قطعی گپ زدن بود ساعت 3:58 سر کردم تا ساعت 3:30 همین میخونی و اهمیت نمیتی با یک چیه یا بانکا دا با کجیده استی بابای لنگری بیا گوش کن بلوگر را ما حاضر همش امتحان میگیرم بیا کو همه حضرت قل الله 3 بار بخون اعوذ بالله بسم الله قتی بیا بخون انا خیلی قتی بر راز بار میکنم زنده و سربلند باشی واتساپ بابات قتی یا دو آدم برام بابا را گفت سوالش جواب جواب ندادی احمد دادی زنده و سربلند باشی بابا لنگری انتظارش نوارای نه بنوا شب داری ساعت بود ویدیو کردم رشته استخوان تماما دراز کردنی نیستم. Руслан Ахмедов روی کرده با من یک نامه یک کامنتاری نویسنده. Руслан Ахмедов کامنتاری بسیار خیلی یاد چه بگم روز جامعه تبریک کردم یاد چه گفتم میزنم. Руслан Ахмедов معناش همیه این موی سفید به 17 ساله مانند نیست. اشاره به من این موی سفید به 17 ساله مانند نیست. این موی سفید به 80 ساله مانند نیست. کیه نباشه؟ هیچ کیه نباشه. 17 ساله و 80 ساله کیه نباشه؟ هیچی. این موی سفید نه سواد است نه علم است نه فرهنگ است نه مدنیت است نه عقل است نه فراست است هیچی نیست. مقصد که موی سفید
خواهی که من هیچ کنم به من بخیزم نباشم، بخیزم برم تو بیا جای ما بشی. نخو من هیچی نباشم، هیچی نباشم. رسولان احمدو من یک گفتگوی تو من نباشه هیچی نیستم. نه که تو راست میگوی، تو راست میگوی، من قبول دارم تو، هیچی نمیگم. همه گفتگویت قبول، نه علم است، نه فرهنگ است، نه مدنیت است، نه عقل است، نه فراست است. یگام چی نیست، هیچی نیست. گپات معقول 100%. پس من کی هستم نباشم برامت کسیم گپ زده استم؟ سوال من تدا جواب داده میتونی؟ جواب داده نمیتونی. من او سوال با من خیلی جواب میتونم. من میدونی کیم؟ من یک اوروح، من یک اوروح برو اومدم این قد شما گم میزنم. فهمیده؟ کیم من یک اوروح. اوروح کی؟ انا میره در می قرطقیت میمونم که خیلی لغات مینم اینه قتی تا پروی سرت میزنم. من هم اوروحم. بیا اک نگم یا که بیا بگم اک. یک زمانی دا یک تا برادری روسا، یک تا برادری ازبکا، یک تا برادری تاجیکی نامحترمه رنگ میوره پلنده گرفتن. بخشیش که یارا بسیاری موارد تماشا کردگی پلنده گرفتن. بعد گفتن که تمام فلقشون میکشین دورده با آوازینن دورده. بعد همو قاضی شتگی همجا ده قاضی هم خیلی قاضی با حکمی باید که عادلانه کنه. با گفته که گوش کو همه برادر روسا بیارن پیشمون بیارنش. دستاش بستگی بیچاره اومده همجا گفته که همه تو چی میخوای آخران سخن باید ما عدل کنیم، عدالت خطی گپ زنیم. آخران سخن تا گپ زن گفته که آخران سخن همه یه ساعت تبریز ساعت تبریز هم یا بزنم کیف کنم بکشینم دورم کشم بره. یه گفتم بیاره ساعت ریجمونه ساعت ریختنش بیچاره یه روز لاودانش لیسدا گفته که کم ساعت میزنم که بکشینم برم دورم کشم. برادر ازبک آوردن گفتن ای ازبک تو چی میخوای؟ گفته که من میخوام که اما آنا جانم اوجا نگه داره مرا فقط جوابته ما برام اونا جانم یک دعا بگیرم دعام کیا خب بیان مایل شوخی ما گناه کردم مرا فلاق کشم بکشینم. گفتم اوه خب من اونا جان شوام بکنم. تاجیک پرسیدم انمی رسولان احمد پرسیدم گفتن که تو چی میخوای؟ گفتم میدونی من چی میخوام؟ بخشش ده تاجیک پرسیدن نکرد. توجیکی سربلند بعضی توجیکا نامحترم ترین پرسیدن. میدونی چی گفته؟ رنگ من میشید من دیگه چیز میگفتم ده. من میشید مگرم جا مرا وقتی دور کشید من دیگه چیز میگفتم. نکی گفته که گوش کنن محمد آبیاوید میکنم همین گپای رو قبول میکنه. گفتن که او گپای مرا قبول کنه سود عادلانه باشه. همه اورسا نمون که هم ساتر بزنه نمونش ساتر بزنه. همه ازبکا نمون که برای اوچش دعاشو بگیره بیار همه رو بکشیم بره. برای کی؟ در بین ما توجیکای نامحترم هم بسیارن. زنده و سربلند باشین. وقتی ما بود شید باز هم جامعه سیده با شما تبریک و تهنیت میکنم. خدا نگهبانتون باشه. ملت پس نزنین، توجیک پس نزنین، وطن پس نزنین. گپو بسیاره.